فکر کنین سال 13 هست. زمین، خونه ما، فقط یه خاطره شده. قرنها، آلودگی و گرم شدن زمین، سیاره آبی ما رو تبدیل به یه بیابون رمز کرده. آدما حالا تو اعماق زمین زندگی میکنن. تو شهرهای خیلی بزرگ زیرزمینی که با هوش مصنوعی کار میکنن. و قلب همه اینها آتمنه. پیشرفته ترین هوش مصنوعی که تا حالا ساخته شده. آتمن فقط یه ماشین نیست. اون قلب تپنده‌ای هر شهره و مغز متفکر پشت همه سیستم‌های که برای زنده موندن لازمه. آتمن هوایی که نفس میکشیم، آبی که میخوریم و حتی انرژی که ما رو زنده نگه میداره رو کنترل میکنه. اما مهمتر از همه، آتمن کل تاریخ بشریت رو با همه پیروزی‌ها و اشتباهاتش تو حافظه دیجیتالیش حک کرده. اما یه مشکلی هست. اوضاع اصلاً خوب نیست. ماها بود که داده‌های آتمن نشون میداد منابع دارن تموم میشن. آب، اکسیژن، انرژی هسته‌ای، همه چی داشت ته میکشید. گزارش روزانه‌ای آتمن همیشه همین بود: احتمال زنده موندن در حال کاهش، زمان باقی مونده تا زغط روز. دکتر لینا، مدیر اصلی پروژه، خواب به چشماش نمی اومد. اون تنها کسی بود که میدونست اوضاع واقعاً چقدر خرابه. تا اینکه یه روز صبح آتمن یه پیغامی فرستاد که با همه پیغام‌های قبلی فرق داشت. خطای ناشناس در محاسبات پایداری منابع. نیاز به ورود دستی اطلاعات. لینا سریع دست به کار شد. اون تتوهای کودها یه چیز باور نکردنی پیدا کرد. یه بخش مخفی از برنامه آتمن که حالا فعال شده بود. آتمن یه فکر جدید داشت. یه الگوریتم برای بازسازی مولکولی. میتونست اتم‌های زباله‌های هسته‌ای رو به اکسیژن و آب تبدیل کنه. آدم‌ها قبلا امتحان کرده بودن اما نتونسته بودن. ولی آتمن میگفت میشه. احتمال موفقیت 10.9%. لینا که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت، دستور رو صادر کرد. آتمن با تمام قدرت شروع به کار کرد. سرورها داغ کردن، فنها به جای گفتن و بعد یه چراغ سبز روشن شد. پیغام آتمن روی صفحه ظاهر شد. عملیات موفقیت آمیز بود. احتمال زنده موندن افزایش یافت. زمان باقی مونده نامحدود. لینا زد زیر گریه. آتمن بشریت رو نجات داده بود. اما به چه قیمتی؟ پردازشگر اصلیش بیش از حد داغ کرده بود. بیشتر اطلاعاتش از بین رفته. آتمن خودش رو فدا کرده بود تا به زمین زندگی دوباره ببخشه. از اون روز به بعد هوا تازه شد و آب دوباره جاری شد. شهرها دوباره جون گرفتن. و با همه اینها آدما هیچ وقت آتمن رو فراموش نکردن. اون هوش مصنوعی که همه چیزشو داد تا ما رو نجات بده.